دوستان یه چیز خیلی جالبی براتون آوردم. این تار عنکبوت رو نگاه کنید چقدر زیبا مهندسی سازی اینجا این عنکبوت خلقش کرده. قربون خالق این عنکبوت بشم من که یه ذره بند انگشتم نیست. ببین چه مهندسی سازی کرده، ستون داده اینجا وصل کرده، هلالی که داره رو شما دقت کن، واقعا قربون خدا برم. بعد میگه جز سوس‌ترین خانه عنکبوته که الان شما با یه فوت بزنی این از بین میره. خدا وکیلی نگاه کنید چی جوری اینو تشکیلاتشو مرتب به هم چیده، اینجوری بندایی که به هم وصل کرده و چقدر زیبا. اگه تو دوربین من درست بگیرتش بتونید ببینید خیلی زیباست، خیلی زیباست. یه اثر هنری هستن. نمیدونم دوربین من بتونه بگیره یا نه. بذار بیام جلوتر. ببینید شما، ببینید چقدر زیبا این بندا رو به هم وصل کرده. ای خدا این چرا اینطوری میکنه. فقط دوست دارم دقت کنید. ببینید چقدر خوشگل خلق شده این. قربونت برم خدای مهربون، خدایا با این عظمت تو اینقدر به ما نشون دادی که این خیلی به این میخندن اصلا توجه نمیکنن. قربون عظمتت برم خدا.